سلام. امروز میخوام به دوردست‌ترین گوشه از مجموع جزایر اندونزی سفر کنیم. جایی که مرز میان زندگی و مرگ اونطوری که ما میشناسیم عملا وجود نداره. برای بیشتر ما سخت‌ترین بخش فقدان عزیزانمون پذیرش ندیدن دوباره اونهاست. عزیزی که زیر خاک میره و تنها رد اون توی عکس‌ها، فیلم‌ها و خاطرات باقی میمونه. اما برای مردمان قبیله توراجا در جزیره سولاوسی این قطعیت به گونه دیگه معنا میشه. در دنیای اونها مرگ یک پایان نیست، بلکه یه بیماری طولانیه. تصور کنید شما وارد یه خونه میشید که توی اون فرد متوفا همچنان یکی از اعضای خونه است. توی باور توراجا مرده ها تنها افراد مریضی هستن که توان حرکت ندارن و باید توی یه تابوت توی خونه نگهداری بشن. این دوره میتونه ماه‌ها و حتی سالها طول بکشه. زندگی روزمره خانواده ادامه داره. اما چی؟ اما با حضور همیشگی فرد درگذشته. هر روز صبح که از خواب بیدار میشن بهش سلام میکنن، سر میز غذا حتی یه وعده سگانه غذایی در نزدیکی تابوتش قرار میدن. با اون حرف میزنن، از اتفاقات روزمره میگن، درست مثل وقتی که زنده بود. حالا چرا این کارو میکنن؟ چون اونها اعتقاد دارن که زنده نگه داشتن روح عزیزانشون در منزل به حفظ زندگی و سلامت کل خانواده کمک میکنه. مرده یه عضو خانواده است و باید توی فضایی باشه که همه بتونن هر روز اون رو ببینن. این تنها یه رسم نیست، بلکه عمیق‌ترین شکل از احترام و پیوند خانوادگیه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. این نگه داشتن طولانی مدت جسد یه دلیل اقتصادی و اجتماعی بزرگ هم داره: مراسم تدفین. در قبیله توراجا مراسم خاکسپاری از اهمیت زیادی برخورداره. این مراسم باید با شکوه، مجلل و پرهزینه باشه، به طوری که نشان دهنده احترام و ثروت خانواده در کل قبیله باشه. برگزار نکردن یه مراسم با شکوه نه تنها بی احترامی به فرد متوفاست، بلکه باعث کاهش شدید اعتبار و احترام خانواده در میون قبیله میشه. این بی احترامی ممکنه تا نسل‌ها با اعضای خانواده باقی بمونه. بسیاری از خانواده‌ها توانایی تأمین این هزینه‌های گزاف رو ندارن. بنابراین مرده خودشون رو توی خونه نگه می‌دارن تا زمانی که بتونن هزینه کامل مراسم، حالا مراسمشون چیه؟ قربانی کردن 10 گاومیش آبی، توزیع هدایا، پول و گوشت‌های تازه رو فراهم کنن. مرگ توی اینجا تبدیل به یه منبعی برای رونق اقتصادی میشه. این مراسم یه ابزار خیلی قدرتمند برای توزیع ثروت در میان قبیله است و حتی منبع اصلی جذب گردشگر برای منطقه سولاوسی محسوب میشه. کسب و کار تشییع جنازه معیشت بسیاری از مردم رو تأمین میکنه. حالا میرسیم به ترسناکترین و عجیبترین قسمت ماجرا: مراسم ماننه. این رسم که به معنای مراسم تمیز کردن مردگانه هر چند سال یک بار برگزار میشه. توی این مراسم مردم توراجا عزیزان درگذشتشون رو از قبر بیرون میکشن، جسد مومیایی شده و خشک شده رو با دقت تمیز میکنن، گرد و خاک تابوت ها رو میگیرن و بعد با عشق لباسهای نو و شیک به تن اونها میکنن. این یه صحنه هولناک برای ماست، اما برای توراجاها یه تجدید دیدار خانوادگی سالانه است.
اونها همواره با عزیزان مومیایی شده خود توی این مراسم شرکت میکنن. قدم میزنن، عکس یادگاری میگیرن و یه وقتایی هم بهشون سیگار تعارف میکنن. این روش اونها برای زنده نگه داشتن ارتباط عاطفی فراتر از هر گونه محدودیت مادیه.